خب آقای مهندس عذرخواهی میکنم نت یک لحظه قطع شد. به اینجا رسیدیم که یک بیانیه حضرت علی بیرون دادید و تشکیل، یعنی در حقیقت پیشنهاد یک دولت موقت دادید که آقای امیرانتظام، آقای رشیدی و آقای دکتر باون حضور داشته باشن. بفرمایید. همین. بعد البته اینو بر نتافتن و همون موقع منو دستگیر کردن، زندانی کردن. سال 86 بود که به جرمم هم جرم تلاش برای براندازی نرم بود. چون اونو من نوشته بودم، من پخش کردم، میدونستن که زیر سر کیه. بنابراین از اون موقعم که از اون زندان که بیرون اومدیم، فکر کنم 5 ماه بود، درست یادم نیست، طولی نکشید که 88 بیرون آمدم. 89 هم دستگیرم کردن، 1 ماه زندان بودم. بعد از اون اومدم بیرون و از سال 90 ما رو بردن برای دادگاه آقای احمدزاده. رأی 3 سال رأی زندان داد، منتها تعلیقیش کرد. بعد چند ماه بعد دوباره ما رو بردن پیش آقای دادگاه بعدی. اونجا به من 1 سال تعزیری دادن. 1 سال بعد، فکر کنم 1 سال و نیم بعد 1 سال تعزیری دادن. اون 3 سال احمدزاده رو هم کردن تعزیری. بنابراین من با 4 سال زندان تعزیری متهم شده بودم که 2-3 ماه بعد ما رو بردن زندان اوین و اونجا بودیم تا نزدیکای 90. و تمام نشده بود 4 سال، ولی شما میتونید 2/3 رو که زندانی کشتید میتونید درخواست آزادی مشروط بکنید. آزادی مشروط یعنی شما حق ندارید دیگه تو سیاست و اینا فعالیت بکنید. منتها ما همون موقع که اومدیم شروع کردیم روی شورای ششم کار کردن. برخی اعضای برجسته‌مون موافق بودن، اون اعضایی که قدیمی بودن و همینجور ادامه داده بودن با همون 5م. منتها ما ششم رو تشکیل دادیم و از اون موقع بیانیه‌های ما بیانیه‌های تاثیرگذار بوده و شاید مثلا از اون زمان تا حالا بیش از 160 تا بیانیه دادیم علیه کارکرد رژیم و بارها احضار شدیم. مثلا همین پارسال دوباره من احضار شدم. من گفتن ما حکم کیفری بهت دادیم ولی تعلیق شده. ولی گفتم خب چیز من چیه؟ اتهامات من چیه؟ گفتن نمیتونیم بگیم. گفتم خب چیز من شد که اگه اجازه بدید ما دوباره برمیگردیم به این قسمت در رابطه با سازمان ششم و اجازه ملی بعد از انقلاب 57 تا به امروز که 27 اردیبهشت 1403 باشه. خب یه بگراد اگه بزنیم به تشکیل جبهه ملی، فکر میکنم مجلس 13 که خود رضا شاه حضور داشتن یا شهریور 1320 شد، همزمان با ورود متفقین به ایران و رفتن رضا شاه. این دوره 13 مجلس شورای ملی بود. مجلس 14 آقای دکتر محمد مصدق حضور داشتن، نماینده اول تهران شده بودند. در مجلس 15 که آقای احمد قوام سلطنه نخست وزیر بودن، ایشون انتخاب نشده بودند. به دنبال این انتخاب نشدن، آقای دکتر محمد مصدق یک اعتراضی رو نوشت، در حقیقت یک گروهی متشکل بر 7 نفر یا 8 نفر اگر اشتباه نکنم دور خودش جمع کرد به عنوان اعتراض از خونه خودش که خیابان کاخ قدیم و خیابان فلسطین امروز باشه یک بیانیه هم دادن و داستانی پیش اومد که حالا توضیح خواهیم داد. این 7 نفری که دور آقای مصدق جمع شدن و در حقیقت یک نطفه اولیه تشکیل جبهه ملی رو، در حقیقت یک جنبش اعتراضی بود در رابطه با آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات و یکی دو تا ایتم دیگه. آقای سید محمد رضا جلالی نائینی بودن که روزنامه کشور رو بیرون میدادن، آقای مهندس احمد زیرکزاده، آقای ابوالحسن علیدی نوری، دکتر حسین فاطمی روزنامه باختر امروز، حسین مکی
احمد ملکی که روزنامه ستاره رو داشتن و آقای عباس خلیلی که روزنامه اقدام رو بیرون میدادن و پدر خانم سیمین بهبانی هم فکر می‌کنم مثلا. آقای دکتر محمد مصدق با این 7 نفر یا 8 نفر یک گروهی رو درست کردن که این اعتراض خودشون رو به گوش محمد رضا شاه برسونن. خب این بار یک نسخه اولیه تشکیل جبهه ملی شد. بعد از اون فکر میکنم آقای دکتر مصدق یک بیانیه‌ای دادن، روز جمعه بود ساعت 10 صبح از رادیو اعلام کردن که ملت، من دارم میرم در کاخ مرمر و اعتراض خودم رو میرسونم. یه چیزی حدود 10 تا 15 هزار نفر همراه آقای دکتر محمد مصدق شدن و به کاخ مرمر رفتن که اعتراض خودشون رو در تو با انتخابات به گوش محمد رضا شاه برسونن. آقای حجی و بقیه داستان ها که 4 روزی هم بس نشینی کردن اونجا، قرار شد که یه سری اتفاقات بیفته. در حقیقت جبهه ملی از اون روز و اونجا شکل گرفت. خب حضرت علی به عنوان یکی از اعضای جبهه ملی دوست داشتم از اینجا شروع بفرمایید تا یواش یواش جلو بریم تا سامان ششم. بفرمایید. بهتر یک کمی عقب‌تر. اون عده‌ای که رفتن با او مصدق کاخ مرمر 20 نفر بودن که ولی پیشینه‌اش رو خدمتتون بگم. آره بعداً بقیه آمدن. اول 20 نفرم اگر حالا به هر حال ببینید پیشینه‌اش رو بگم شاید براتون جالب بود. خواهش می‌کنم بفرمایید. این وقتی که مصدق و زعیم توی اقلیت، مصدق هم دور پنجم به اونها ملحق شد، دور ششم هم بود. ششم به بعد دیگه رضا شاه چنان دیکتاتوریش چیز که نشون داده بود که دیگه کسی تحمل نداشت که ادامه بده توی مجلس تقریبا به هم خورده بود. موقعی که بعد زعیم رو مصدق تبعید کرد، بعد از 9 ماه تبعید اونو محکوم به اعدام کرد که همون مصدق و دوستان دیگرش که تو اقلیت مجلس بودن ایشونو فراری دادن از کشور که رفت به فرانسه. و این مال داستان خود فاطمی هم جالبه براتون. رفت فرانسه، مصدق هم رفت خانه نشین شد. آقای مهندس، این آقای زعیمی که فرمایش میکنید از کشور رفت بیرون همون عموی پدری از علی حسن سید حسن زعیمی. آره که نماینده مجلس 4م و 5م و 6م بود. مصدق سال 5م دوره 5م انتخاب شد ولی زیاد نمیمد مجلس، ولی 6م آمد که به هر حال اون داستانشو الان خودتونم میدونید. وقتی که زعیم بعد از 17 سال وقتی تبعید بود از ایران زمان رضا شاه آمد ایران، فکر کنم سال 27 بود. به عثمانی رفتن. به عثمانی رفتن. عثمانی رفتن. نه فرانسه. پاریس رفتن. اونجا هم دکتراش رو تموم کرد. بعد وقتی برگشت مصدقم که 15 سال خانه نشین خودشو کرده بود آمد تو خونه زعیم خیابون صفی علی شاه، کوچه خانقاه، اونجا خونش بود. مصدق و زعیم که رفتن اونجا، بعد هوادارانشون هم میمدن اونجا برنامه ریزی میخواستن بکنن برای انتخابات مجلس. فاطمی هم داستان جالبی داره که فاطمی میدونید که حسین فاطمی در اصفهان عموش روزنامه داشت، روزنامه باختر، که این براش مقاله می نوشت. مقاله نوشت که اونجا شهربانی دستور گرفت ایشون رو دستگیر کنه. فرار کرد به تهران. به تهران که فرار کرد هدایتش کردن خونه ما. بعد تو خونه ما 50 روز پنهان بود تا آبا از آسیاب افتاد و پدرم با هزینه خودش به عموش تو پاریس تماس گرفت، گفت که من فلان کس رو میفرستم اونجا ازش نگهداری کن. اینو فرستاد اونجا بود که فاطمی رفت دکتراشو خوند و بعد از اینکه آب از آسیاب اومد برگشت اومد تهران. بنابراین اون موقع جلسات مصدق برای اینکه چه کنیم تو خونه زعیم بود، خیابون صفی علی شاه.
از اونجا تا همه این آدمایی که بعداً دوره برای مصدق بودن، همه اونایی که میمدن اونجا جلسه میکردن. آیت الله کاشانی هم 2-3 بار دیدم که میرفت اونجا. ماهی 1 بار خونه ما دوره نهار داشتن، مصدق و فاطمی و اینا همه اونجا جمع میشدن، بحث سیاسی میکردن. هفته 1 بارم خونه خود سید حسن زعیم جلسه داشتن. تقریبا سال برای 1318 برای انتخابات 16 برای انتخابات 16 برنامه ریزی میکردن اونجا. این که من میشنیدم یا پدرم صحبت میکرد میشنیدم اونجا. و فاطمی هم که بعداً برگشت ایران ملحق شد بشن بعد از اینکه دیگه خطر براش شده بود اونجا. به هر حال دکتر حسین فاطمی پسرخاله سید محمد رضا جلالی ناینی میشدن. بله درسته. به هر حال داستانش این بود که از اصفهان که فرار کرد آمد اونجا. حالا یه نکته جالبم بهتون بگم، وقتی که زمان شاه میخواستن دستگیرش کنن، اعدامش کنن یا هر بلای سرش بیارن، آمد خونه ما. 10 روز خونه ما پنهان بود. 10 روز بعد 10 روز در روز عوض میکرد. 10 روز رفت خونه عموی من که پزشک مجلس بود پنهان شد و 10 روز بعدش رفت توی جای دیگه. همونجور تا 3-4 تای اول امن بودن. 5می رو که رفت 10 روز 5م اونجا سرایدارشون لو دادشون و مال کی بود. بنابراین اینم یه نکته جالبی که درباره خالت ما توی سیاست بود. ولی تصمیمایی که میگرفتن برای مجلس 16 بیشترش هم یا خونه سید حسن زعیم بود یا تو خونه ما سر نهار بود که بحث میکردن. خب خاطراتی که دارم حدود 20 نفر از کسانی که برای تحصیل کرده بودن، نماینده مجلس بودن، ژورنالیست بودن، روزنامه داشتن. من اسامی 20 نفر خیلی مختصر بگم چون لازمه اسامی این 20 نفر در ادامه گفتگو لازم هستش. دکتر مظفر بقایی بودن که نماینده کرمان بودن، استاد دانشگاه بودن. سید ابوالحسن حایری‌زاده بودن. ایشون کسی بودن که در حقیقت آقای حجیر رئیس گارد محمد رضا شاه به جرم بهایی بودن، فکر میکنم مرتد اعلام کردن و بعدم کشته شد. شمس الدین امیرعلایی بودن، ارسلان اکبری، آقای خلیلی همونطور که عرض کردم پدر خانم سیمین بهبانی مدیر روزنامه اقدام، مهندس زیرکزاده، مهندس جلالی ناینی، دکتر کریم سنجابی که با ایشون خیلی کار داریم چون در سال 57 برای نقش مهمی و پررنگی داشتن. آقای دکتر شایگان، حسین صدر، حسن صدر اگه اشتباه نکنم، آقای عبیدی نوری که روزنامه داد رو بیرون میدادن و دکتر حسین فاطمی، جعفر هروی که فکر می‌کنم ایشون از روحانیت بودن که وارد بعد لباس عوض کرده بودن وارد جبهه ملی شده بودن، احمد رضا کاویانی، حسن ملکی، احمد مالکی و یوسف مشا. این کل اسامی 20 نفری بود که همراه آقای دکتر مصدق رفتن اون اتفاق افتاد. آقای مهندس اگر یه نگاه اجمالی بخوایم بندازیم به شکلگیری جبهه ملی، واقعا شخصیت‌هایی که دور آقای مصدق جمع شده بودن، کما که از هفته دوم سوم بعد شروع به ریزش کرد، یک تیپ‌های نامتناجسی بودن که دور هم دیگه جمع شده بودن که بعضی از این افراد اصلا از دشمنان درجه یک آقای دکتر محمد مصدق هم شده بودن. این انتخاب افراد به چه صورت بوده در اون دوره؟ ببینید اون موقع انتخاب نبود. وقتی که میدیدن یکی داره مثلا در شاه رو به چالش میکشه و میخواد دولت تشکیل بده، یه عده خود به خود اونایی که اهل سیاست بودن دور برش جمع میشدن. الان هم اینجوره. الان هم شما نمیخوام نام ببرم، میدونید که اگه یکی مثلا شانسی داشته باشه برای مقام بزرگی دور برش جمع میشن. برخی از اونا با اون وجه اشتراک این افرادی که دور آقای دکتر مصدق رو جمع کرده بودن یک نارضایتی بوده از نحوه برگزاری انتخابات برای دوره 16. 16 هم برای مصدق خیلی مهم بود چون دوره 15 آقای رحیمیان بود که نلی شدن نفت عنوان کرد. مصدق فوری بهش گفت که نکنه، الان این مجلس
رأی منفی خواهد داد. صبر کن تا دور بعدی شاید مثلا مجلس ترکیب بهتری داشته باشه. بنابراین رحیمیان هم دست نگه داشت که ملی شدن نفت رو عنوان نکنه توی مجلس. بنابراین مجلس 16 برای مصدق خیلی مهم بود. اون جلساتی هم که میذاشتن خونه زعیم دائم اشخاص میرن، یکیش هم این بود که چه کسانی رو تشویق کنن برای مجلس ششم کاندید بشن که بتونن دست کم یه اقلیت قدرتمندی داشته باشن. یعنی اتفاق افتاد، یعنی اقلیتی 5 نفر نیست که بودن. اتفاقا زمان رضا شاه هم اقلیت مجلس 5 نفر بودن. زعیم بود و بهار بود و دیگه مدرس بود و اخگر و یکی دیگه، حالا یادم نمیاد اسمشون. اونا 5 نفر بودن، خیلی قدرتمند بودن، یعنی کل بقیه مجلس رو میتونن تحت تاثیر بذارن. مصدق هم قصد داشت یک اقلیت 5 نفری قدرتمند رو برای مجلس 16 هم تدارک بده و این کارم شد. خیلی هم کار عاقلانه بود و اون هدفی که مصدق داشت عملی شد توی مجلس 16 هم. جلسات و اینها توی خونه زعیم و که مثلا ماهی یه دفعه خونه ما بودن، برای این بود اشخاصی هم که دور برش جمع شدن بیشتر اونایی بود که برای مجلس 16 هم کاندید شدن و دور برش شدن. مثل شما نامهای بعضی ها رو بردید، مثلا آقای شایگان بعد از انقلاب بودنست که آمد آمریکا، صاف اومد پیش من، رفت نیویورک که توی شاخه جبهه ملی رو توی شهر خودتون که دومین شهر بزرگی آمریکا بود تشکیل بده. یا مثلا وزیران مصدق مثل شمس الدین امیرعلایی، پسر دکتر مصدق، دکتر عبدالسلام و فاطمی، اینا همه تو خونه ما حتی بعد از چیزم رفت آمد داشتن. بعد از انقلاب هم اونایی که زنده بودن رفت آمد داشتن و حتی نوه مصدق که از آمریکا آمده بود خونه ما دائم رفت. یعنی خونه ما اون زمان این بله دکتر متین دفتری منظورتونه نوه آقای مصدق؟ متین دفتری نه متین دفتری نه، نوه مصدق دختری بود که تو آمریکا بود، ایران آمد، اول اومد خونه ما. مثلا پسر دکتر مصدق، دکتر غلام خان مصدق، اون تقریبا هر 2 هفته بار با خانمش اومد خونه ما بعد از انقلاب. یا دکتر شایگان که آمریکا اومد سراغ ما، منو سراغ گرفت. یا این به خاطر همون چیزای برای رفت آمدای پیش از انقلاب زمان مصدق بود. یا سعید فاطمی دوره 16 هم که آقای دکتر مصدق موفق شد به هر حال جبهه ملی رو 6 نفر یا 7 نفر از جبهه ملی رو وارد مجلس کنه. اون موقع آقای علی امینی نخست وزیر بودن یا رزمارا دوره 16 هم؟ چون مجلسی بود که در حقیقت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت هم شکل گرفت و سال 29 بود دیگه. سال 29 جبهه ملی ثبت شد. سال 29 ثبت شد. آره، یعنی بعد از اینکه جریان نفت تصویب شد جبهه ملی ثبت شد سال 29 و از اون موقع دیگه همه این آقایان به نام جبهه ملی فعالیت میکردن. خب این در حقیقت جبهه ملی اول بوده. جبهه ملی اول. خب تا سال 57 که بخوایم جلو بیایم 3 بار این جبهه ملی انشاء پیدا کرده. چه اتفاق افتاد که این جبهه ملی اول تبدیل به جبهه ملی دوم شد؟ چون همونطور که حضرت علی بهتر اطلاع دارین جبهه ملی سوم دوره‌ای بود که آقای دکتر بختیار و آقای دکتر سنجابی و آقای دکتر صدیقی به هر حال کاندیدای دولت موقت و نخست وزیری شده بودن که آقای دکتر سنجابی پرواز به کانادا داشتن، فکر کنم اجلاس سوسیالیستا بود اونجا که حالا یا رفت یا نرفت، به هر حال فرانسه رفت خدمت آقای خمینی.
چهارم بود. شورای چهارم بود که خب درست پیش از انقلاب تشکیل شد. پیش از این نمیتونستن، یعنی شاه اجازه نمیداد هیچ حزبی به جز حزبایی که خودش تعیین کرده بود تشکیل بشه. رستاخیز نهایتا تا سال 56 یک حزب اول دو تا حزب پیشنهاد کرد که انجام شد. بله این دو تا گفته بود همه میتونن عضو این دو تا حزب بشن. بعد چون نمیدونم چه اتفاقی تو یک حزب افتاد که به ایشون خوش نیامد، شاه خوشش نیامد، اون دوتا رو لغو کرد. که بعد چه حزب رستاخیز رو درست کرد و گفت همه باید عضو حزب رستاخیز باشن، هر کس نمیخواد عضو باشه گذرنامه‌شو بگیره بره از کشور. این بود علت نارضایتی مردم از همین رفتار شاه بود، نه از اینکه کشور رو آباد کنه پیشرفت بده. این تنگنای اندیشه سیاسی مردم رو عصبانی کرده بود. همین کاراش شد که مخالفان بسیار زیادی پیدا. آقای مهندس زعیم، از کودتای 28 مرداد سال 32 عملا دیگه جبهه ملی در انزوا، درسته؟ بله ملی بعد از کودتا جبهه ملی ببینید دوم و سوم تشکیل شد که اون اصلا نتونستن فعالیت بکنن. شاه جلوش هم گرفت و دیگه جبهه ملی حق فعالیت نداشت تا تقریبا یک سال پیش از انقلاب، اونجا که معلوم بود که شاه متزلزل شده و کشور خارج خواهد شد. بعد شورای چهارم تشکیل شد. هر وقت یه وقفه تو فعالیت، وقفه طولانی تو فعالیت جبهه ملی به وجود می آمد، به خاطر اینکه یه عده خب یک دو نفر فوت میکردن، یک دو نفر میرفتن خارج، پخش میشد و اون انسجامش رو از دست میداد، اون شورای بعدی عدد بعدی رو میگیره. مثلا بعد از سوم شد چهارم، بعد از چهارم که خمینی اعلام مرتد بودن جبهه ملی رو کرد، دیگه نمیشد فعالیت کرد، یعنی ممنوع کرد، گفت جبهه ملی حق نداره، مرتد حق نداره فعالیت کنه فلان، که دیگه فعالیت متوقف شد. البته زیرزمینی ما بودیم، سازمان‌های مشابه تشکیل داده میشد که خب ما با اونا فعالیت میکردیم، ولی به نام جبهه ملی حق نداشتن. سال 73 دور دوم رفسنجانی یه فضای کمی باز شد. اون وقت آمدن شورای پنجم تشکیل داد. دور اول احمدی نژاد بسته شد دوباره و دور دوم در دوره آقای محمد خاتمی از سال 76 تا 82 به چه صورت بود؟ تا 84 نه فضای کمی باز شده بود، ولی همون باعث شد که مثلا 73 دوستان به فکر دوباره جبهه ملی، فعال کردن جبهه ملی افتادن. منتها طول نکشید زیاد، چون دور اول احمدی نژاد ایشون جلو، من یادمه اصلا جلسه شورا رو نمیتونستی بری، منزل آقای علی برومند بود، اونجا میرفتی پلیس اونجا رو محاصره میکرد، اجازه نمیداد بریم. بنابراین عملا 73 چیز جبهه ملی انجام هم عملا از کار افتاده بود. تا دور دوم احمدی نژاد که یه ذره فضا باز شد دوباره، که ما به فکر افتادیم که اون ششم تشکیل بده. در مورد جبهه زمان ششم هم سوال هست. البته اینقدر سوالات در ذهن من و بقیه بینندگان زیاده که فکر نمی‌کنم در یک برنامه و یک ساعت مجالی باشه تا همه‌شو بخوایم بپردازیم. آقای مهندس، اصولا حضور احزاب در ایران در حال از دهه 20 تقریبا میتونیم بگیم با شکل‌گیری جبهه ملی و حزب توده، به هر حال دو تا از احزابی بودن که موفق بودن، هرچند حزب توده یک حزب وارداتی بود
و حزب ملی نبود، مثل جبهه ملی اشخاص ملیگرا و وطن پرست درش نبود. ولی بعد از تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی مشروطه در سال 1285 چرا در بازه زمانی پهلوی دوم، همون چیزی که عرض کردم سالهای دهه 20 و 30، بستر شکل‌گیری احزاب سیاسی و جامعه مدنی تحقق نیافت؟ این ناتوانی احزاب دلایل فرهنگی سیاسی داره یا اینکه نه منیت و به هر حال اولین حزبی که تو ایران بعد از جنگ جهانی دوم، اولین حزبی که در ایران تشکیل شد حزب توده بود که دیگه خودتون میدونید اونجا تلاششون این بود که ایران رو به شورا. دوم حزب ایران بود. حزب ایران توسط فرهیختگان دانشگاهی یا استادان اینا تشکیل شد و بیشتر اعضاشون اشخاص فرهیخته بودن. حزب ایران، جبهه ملی که تشکیل شد، حزب ایران ملحق شد به جبهه ملی و یک دو تا حزب دیگه هم حزب میهن، حزب پان ایرانیست. البته حزب پان ایرانیست ولی حمایت، بله اونم پان ایرانیست و اینا. به هر حال چون جبهه ملی جبهه بود، حزب نبود. چون جبهه بود، جبهه میدونید وقتی شما جبهه تشکیل میدی، حزب‌ها با شما ائتلاف میکنن که برای یک هدف مشترک تلاش بکنید. بنابراین علت این که مصدق اصرار داشت که این یک جبهه باشه نه یک حزب همین بود. چون حزب که بود، حزب ایران بود، خیلی هم محترم بود. بعدن حزبای دیگه هم تشکیل شدن که گرایش ملی داشتن. ولی شما با یک حزب، اسم جبهه ملی رو هم اول بار آقای دکتر فاطمی انتخاب کردن. بله دکتر فاطمی وقتی پاریس بود درس میخوند که گفتم چجوری رفت اونجا، پدرم فرستادش پاریس درس بخونه. اونجا چون در جنگ موقعی که آلمان حمله کرده بود به فرانسه و نصف فرانسه رو تسخیر کرده بود، یک جبهه ملی فرانسه تشکیل شده بود برای دفاع در برابر آلمان ها که اونجا رو تسخیر کرده، یعنی تصرف کرده بودن. بنابراین او این نامو از همون برداشت کرد، از جبهه ملی فرانسه. یا شاید هم مثلا عموی پدرم که خودش خیلی سیاسی بود که الان تعریف کردم، شاید اون تو کلاش کرده، نمیدونیم. ولی وقتی دکتر فاطمی دکتراشو گرفت و آمد ایران، که اولم اومد خونه ما، که خیلی خونه ما زیاد میمده، دکتراشو گرفت، اون ایده جبهه ملی ایران یا فرانت ناسیونال دو فرانس، اینو ترجمه کرد به فارسی و کردش جبهه ملی ایران. چیزم مصدقم پسندید شد جبهه ملی که حزب‌ها بتونن بهش ملحق باشن، یعنی حزب‌های دیگه بتونن ائتلاف کنن برای یک هدف مشترک. آقای مهندس زعیم، عدم موفقیت جبهه ملی رو فکر میکنید خود آقای دکتر مصدق چقدر نقش داشته با توجه به هر حال اتفاقاتی که در انحلال مجلس ایشون دستور دادن، علیرغم توصیه‌های آقای دکتر صدیقی، علیرغم توصیه‌ای که آقای زیرک‌زاده و خود آقای مرحوم دکتر فاطمی که این اتفاق باعث اعدام ایشون شد به خاطر اون بیانیه‌ای که در چند روز بیرون داد. این خودمحوری آقای دکتر مصدق رو تا چه حد در عدم موفقیت جبهه ملی دخیل می‌دونید؟ منظورتون لغو کردن مجلس هفدهم؟ مجلس هفدهم منظورتون؟ بله. ببینید، مشورت پذیری ایشون، لجوج بودن آقای دکتر مصدق علیرغم توصیه هم حزبان هم راهان، تا چه حد این عدم موفقیت مربوط به خود آقای دکتر مصدق میتونه باشه؟ ببین من هم یک کتاب
تمام چیز مصدق رو از پیدایش تا 28 مرداد نوشتم. اخیراً هم این کتاب نوشتم راجع به همین پرسش هایی که شده. مثلا این هوشمندی مصدق که اون مجلس رو منحل کرد، اینو مردم هنوز من بارها اینو گفتم تو صحبتام و نوشتم. ببینید اون موقع که ملی شدن نفت مطرح شد و تصویب شد، ما چی داشتیم؟ ما یه دعوا داشتیم توی لاهه که مصدق باید میرفت اونجا دفاع میکرد، درسته؟ مجلس 17 تمام اکثریت نداشت، 17 نفر انتخاب شده بودن. بعد انتخابات بعضی شهرستان ارتش داشت دخالت میکرد و دربار داشت دخالت. بیان احتمال الان درست شد صدا. اگر اجازه میداد که انتخابات توی شهرستان ها که تقلب زیاد میشد انجام بشه و مجلس تکمیل میشد، 100% رأی میدادن به علیه ملی شدن و ممکن بود کسایی رو بفرستن تو لاهه که نمیتونستن دفاع کنن. مصدق این حرکت بسیار هوشمندانه رو کرد. حالا هر کس سرزنشش میکنه نه، ولی برای این بود که در لاهه اونجا دفاع بکنه، شانسش رو آزمایش کنه، بعد بیان مجلس چیز بدون. بعدش مجلس 18 شد که انتخابات شد. الان ایشون رفت لاهه دیگه، میدونیم اونجا با هوشمندی فوق‌العاده پیروز شد. بعد اومد بعد مجلس 18 اونایی که تو مجلس 16 مجلس 18 نام نویسی کردن. حتی میگم پدر من یه گروه جبهه ملی، پدر من چیز فاطمی، 3 نفر دیگه شایگان، 2 نفر دیگه 4 تا یه ائتلاف تشکیل دادن برای مجلس 18. سعید فاطمی که خواهرزاده حسین فاطمی بود، چون با خانواده ما رفت آمد داشت دیگه، به خاطر حسین فاطمی که داستانشو گفتم چه رابطه خانوادگی با ما پیدا کرد. ایشون توی ماشین این 4 نفر رو که پدرم بود و شایگان بود و 2 نفر دیگه، الان یکیش هم آخوند بود فکر میکنم، الان یادم تو یادداشتام دارن، الان یادم نمیاد. من این سعید فاطمی تو ماشین پدرم با چیز سوار میشد و از توی پنجره دائم تو شهر میچرخوند تهران که به زعیم رأی بدید، به فلان رأی بدید، تبلیغ میکرد. وقتی که انتخابات شد، تو میدونی با خانواده زعیم اصولا خانواده شاه خیلی مخالف بودن، هم رضا شاه هم پسرش. رضا شاه که دلایلش رو میدونید، پسرش هم همین مشکلاتی با ما داشته. وقتی انتخابات تموم شد و رأی‌ها رو چاپ کردن، روزنامه اطلاعات کیهان، من رفتم روزنامه اطلاعات کیهان خریدم، باز کردم 60 نفر خونه ما جمع شده بودن ببینن پدر من انتخاب شده یا نه. الان من نشستم همه رو یکی یکی خوندم تا پایین. کمترین رأی و 3 یه نفر 3 رأی آورده بود. کیهان اطلاعات هر دو یه جور بودن، ولی نام پدر من نبود. 60 نفر تو خونه ما بوده، همه گفتن به حضرت عباس ما به شما رأی دادیم. یعنی میخواستن این نام اصلا زوده بشه. توجه میکنید؟ این مال مجلس 18 همه. بنابراین پدرم فهمید که الان دیگه جای سیاست بره از کار خودش هم میمونه. بنابراین این فساد خواهی میکنم با توجه به اینکه 1 ساعت 2 ساعت و 4 دقیقه از وقت ده و ما حالا با حضرت والی باید گفتگو کنیم در رابطه با مسائل جبهه ملی و اتفاقاتی که قبل از سال 57 در دهه 30 و 40 افتاده. صحبت ها زیاده. فقط در رابطه با مجلس 17 هم من سعی میکنم حتما با حضرت والی در یک فرصت مناسب یک برنامه مبسوط برگزار خواهیم کرد که به هر حال انحلال مجلس، اقداماتی که آقای دکتر مصدق انجام داد به هر حال منجر به اون کودتا شد، قانونی بود یا نبود. صحبت‌ها در طول کاری زیاده. دوست داریم از زبان خود به هر حال اعضا و دوستان جبهه ملی هم
این مسئله رو جویا بشیم. فقط من خیلی مختصر در رابطه با آثار عزت‌عالی که یک مقدار تالیفات هستش، یک مقدار ترجمه هستش، چون اشاره کرد کتابی در رابطه با جبهه ملی از پیدایش تا به امروز نوشتید. از آثار عزت‌عالی اگر در رابطه با تالیفات بخوام صحبت کنم، بزرگان کاشانی که از کتب هستش، نفوذ امپریالیسم شوروی در منطقه، یکی از کتابایی هستش که من مطالعه کردم، کتاب فوق‌العاده جالبیه. همون کتاب جبهه ملی و اتفاقات پیرامون اونم کتاب جالبی هست و متأسفانه اینو مطالعه نکردم. امیدوارم اگر داشته باشید با خط و امضای مبارک یه دونه به ما هدیه بدید، زینت بخش کتابی باشه. چند تا دارم گردباد و یکیش اگر لطف کنید به یادگار به ما هدیه بدید لطف دارید. در واقع ترجمه‌ای هم که عزت‌عالی انجام دادید از کارل پوپر بوده، ویل دورانت بوده و آثاری از بزرگان روسی، اگر اشتباه نکنم آزادی روشنفکران، جمهوری و شهر خدا از ویل دورانت بوده، سوسیالیست در گذشته و آینده از ایگور شاخاروویچ و آثار دیگه‌ای که انشالله در فرصت‌های آتی و گفتگوهای بعدی حتما به دوستان معرفی خواهیم کرد. من خیلی ممنونم از عزت‌عالی، لطف کردید. علیرغم که دیر وقت جالبه براتون بگم که اولین کتاب من 13 سالم بود چاپ شد، ترجمه بود. بعد از 13 سالگی تا 19 سالگی که من رفتم آمریکا برای دانشگاه، تقریبا هر سال یک کتاب از من بیرون آمد، نصفش ترجمه، نصفش داستان. فعال بودید هم در زمینه صنعت خیلی فعال بودید. به هر حال کتاب‌های متنوعی در با صنعت، چوب، آهن، ساختمان از عزت‌عالی. نه، من تو آمریکا که بودم مشاور صنایع بودم. خیلی صنایع، یعنی هنرم این بود که یا راه اندازی کنم یا از در حال ورشکستگی نجاتشون بدم. ایرانم که اومدم من شاید 149 تا در این حدود کارخانه هایی که در حال ورشکستگی بودن یا مشکل ابزاری داشتن، هم تأمینشون میکردم، راه اندازیشون میکردم. حالا یه چیز جالب دیگه هم براتون بگم که البته این یکی از کارهای من بود. مثلا زمان دنگ شیاپینگ بعد از مائو که چین رو ویران کرد، مائو چین رو ویران و ورشکسته کرد، دنگ شیاپینگ واقعا نجات داد چین. این کاری که این مرد کرد که خیلی بهش احترام دارم، آمد از حدود همه دانشگاه‌های آمریکا و غرب اروپا درخواست کرد که تو این رشته ها بهترین کارشناسا رو برای بهشون معرفی کنه. حدود 700، من صحبت سال 60 خودمون رو میکنم، از اون موقع 700 تا کارشناس رو معرفی کردن دانشگاه‌های مختلف. اینها از بین 700 تا 100 نفر رو انتخاب کردن و یواش یواش دعوتشون کردن به چین، دنگ شیاپینگ. یکی از اونا من بودم. از آسیا فقط من بودم. و یه چیزی که خیلی دلم میسوزه، اونجا خوب خیلی استقبال کردن، بیان فرودگاه، لیموزین بیارن، ضیافت بدن، این حرفا. بعد یه چیز دیگه هم از من خواستن به جز صنایعشون که درب و داغون بود، اصلا صنعت نداشتن. مثلا شما آدم گریهش میگرفت ببینید که به چه ما به چه شرایطی، همین کاری که دارن با ما تو ایران الان میکنن. ولی آمد به من گفت که مرد شماره 2 آقای هان که مرد اول بعد از دنگ شیاپینگ بود، به من گفت که ما فکر میکنیم تو دریای چین، این خیلی برای شما جالب، نفت داریم. ما میدونیم که صنایع نفت ایران مثل انگلستان و آمریکا پیشرفته هستن، ولی اونا رو نمیخوایم بیاریم. شما میتونید صنایع نفت ایران رو بیارین اینجا مشترکاً اکتشاف و استخراج کنی. گفتم حتما این کارو میکنم، حتما این کارو. با من یه پروتکل امضا کردن برای اون. حالا کاری نداریم، صنایعشون همه در و داغون بود، پروتکل امضا کردم. من اینقدر خوشحال بودم اومدم اینجا
رفتم پیش وزیر صنایع، یه آدمی که فکر کنم باید تو طویل میبستنش. وقت ازش گرفتم که برم بگم ما همچین چیزی، اصلا همچین شانسی ما هیچ وقت نمیاریم که بریم چین اکتشاف و استخراج کنیم 50% هم مال ما باشه. این مرتیکه اصلا بعد از اینکه وقت گرفتم رفتم منو راه نداد. گفت شما حق نداشتی به نام جمهوری اسلامی پروتکل امضا کنی. من منشیش گفتم بهش بگم من برای جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردم، هیچ کارم نخواهم کرد، اینو برای میهنم کرد. عصبانی شدم. البته معاونش نژاد حسینیان خیلی مرد شریفی بود، الان مثل که توی سازمان ملل کار میکنه. اون منو صدا کرد، در حال یه ذره آرومم کرد، گفت این چیزی حالیش نیست، ولی نکرد. ما این از دست دادیم. الان هر وقت فکر میکنم که ما میتونستیم تو دریای چین الان حضور داشته باشیم، 50% نفت اونا رو بکشیم بیرون، اصلا آدم دیوونه میشه که چقدر اینا بیشعورن. این تازه متاسفانه آقای یک مثال. مهندس یا در طول تاریخ ما بوده و متاسفانه خواهد بود. فقط یه سوال دوست دارم با بله یا خیر پاسخ بفرمایید. در دوره‌ای که در آمریکا مشغول به تحصیل بودید همزمان بوده با جنبش‌های دانشجویی و کنفدراسیون، چون میدونم که میتینگ‌های جبهه ملی در شیکاگو هم حضرت عالی رفت آمد داشتید انجام میدادید. در کنفدراسیون عضو بودید یا نبودید؟ نه نبودم، حتی توی سازمان اصلا نبودید. دانشجویان هم بودم. من با اونجا آقای با آقای دکتر کی؟ کمران در آمریکای شرکت نداشت. نه کمران چمران دوست برادرم بود. برادرم که همین که اعدام شد توی دانشگاه UCLA فکر کنم درس میخوند روی ریاضیات، چمران هم اونجا با هم دوست بودن، ولی من نه، من حتی چمران ندیدم از من. البته آقای مهدی چمران رو دیدم. مهدی چمران برادرشه که الان رئیس شورای شهره. سال 58 موقع که من یه مقاله نوشته بودم که آقای خمینی خودعه میکنه، این قولایی که میده هیچ کدوم ناپدید شد. حالا به هر حال ایشون ما رو احضار کرد. ایشونو مسئولیتش این بود که ساواما رو سامان بده، یعنی ساواک بشه ساواما یا یه نام دیگه روش بذارن. ما رو احضار کرد تو خیابون شیرین، البته خیلی مؤدبانه. گفت من متاسفم که بهت خبر بدم شما از امروز ممنوع خروجی. این سال 60 بود، یعنی تا پارسال من ممنوع خروج بودم، ولی خب خیلی احترامامی صحبت کرد. بسیار سپاسگزارم آقای مهندس، خیلی خیلی ممنون. رغم این که میدونستم امروز جلسه دیگه هم داشتین 3-4 ساعت اونور گرفتار بودید، درگیری و مشکلات نت ما هم مزید بر علت شد تا پاسی از شب ساعت 2 مصدق اوقات خوشحال شدیم. شد. مجددا خواهش میکنم مجددا سالگرد تولد حضرت عالی 27 اردیبهشت رو تبریک میگم. وارد 85 سالگی شدی، طول عمر دراز انشالله همراه با استفاده ما جوانا از تجارب حضرت عالی باشد. آرزو بهترین ها رو برای حضرت عالی دارم. امیدوارم هر آنچه که از خدا دوست دارید خداوند عطا کند. برای همین دوستان و عزیزان هم شب خوش. تو هم منم در پاسخ به مناسبت تولد خودم کتاب که درخواست کردید درباره جبهه ملی براتون میفرستم. فقط نشونی بدید یک دنیا براتون ممنون. خیلی خوشحال شدم باتون آشنا شدم. وصف شما رو شنیده بودم ولی خوشحالم که باتون هم صحبت شدم. من متاسفانه یا خوشبختانه رشته تحصیلیم چیزی دیگه هستش، طبابت هستش، پزشک هستم، ولی خب به این کارا علاقه دارم، دوست دارم این تجارب به هر حال بزرگ اختیار نسل جدید بذاریم. نسل جدیدمون نیاز به هر حال یک پیشینه تاریخی دارن در این با نفسهای دنیا، بدونن چه کار دارن میکنن، کی بودیم، کجا بودیم، اشتباهات گذشته رو تکرار نکنن و بدونن مردان وطن پرست و ملیگرا زیاد به مملکت حضرت علی آقای خیلی من یکی از